بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی و درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نوع دوستی تمرکز شده است. برادر دیگه هم زنگ زد که این تو برادرت فوت کرده است، آره غلطیده. Carina na parole de capul stricu. Eu dar takaim așa. سه اولادش پیدی، دخترش هست، یه هم بچهش هست، یک بچهش مکتب رفته. بچه کلانش چند ساله است؟ 10 ساله است. دلته خلک ورسره تللي وي له غره غیبان وایي دغسې دا سړی پاک رسي. نه گاز است فعلا، نه ارد است. بله. ضرورت این همی چیز است که به خاطر همی مردو. ما سر د دغه مرسته وکړي زه دغه یتیمان بچي مې خپل لوی کړم. و شاید دردآورترین تصویری باشه که مادر جان باردار است و طفلک در بطنش است. این که چگونه به دنیا می واقعا چیز دردآور است که طفل که دیگر روی پدر نمیبینه، حتی آثارش نمیبینه و ایش تمامش از اثر بدبختی است که در این وطن جریان داره. Carina na parole de capul stricu. Eu dar takaim așa. Da. Am dar takaim ca. Eu la nivel de prate de. Aba نور نه پرت شو لا نور. بل چیرته تی ولمیدا. شو هغه ده. بیش از یک ماه قبل با ورود امارت اسلامی به شهر کابل بیش از 100,000 تن برای نجات جان خود و اعضای خانواده هایشان از مشکلات این روزگار خواستند این کشور را ترک بگویند که بدبختانه به انواع گوناگون عزت و حرمت همه باشندگان این دیار صدمه شدیدی دید و مشکلات این روزگار آنها را از سقوط از هواپیما آغاز الا جان باختن بیش از 120 تن در انفجار و کشته شدن 10 تن در تیراندازی ها در فرودگاه کابل به کام مرگ فرستادند. همکاران ما امروز باز هم به دیدار خانواده یکی از جان باختگان رویداد سقوط از هواپیمای نظامی آمریکا در شهر کابل می روند. خانواده‌ای که عضوی از دست داده‌اش برای رقم زدن صبح روشن و فرار از این دشواری ها تلاش کرده بود. ما باید روزها در میان این کوچه ها برای همدردی با خانواده ها و افسانه های تلخ و ساکت این روزگار قدم برداریم. سرپرست این خانواده 4 نفری بود و بزرگترین فرزندش 10 سال عمر دارد. او صاحب 3 فرزند بود، 1 دختر و 2 پسر. کوچکترین فرزندش نزدیک به 3 سال عمر دارد و تا هنوز حس داشتن و نداشتن پدر برایش احساس نشده است. خانمش هم فرزند در بطن دارد و شاید در میان دردهای این زندگی می سوزد و از آینده فرزندش که بویی از پدرش را حس نخواهد کرد نگران است.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بازم خوش آمدین به برنامه ما. قسم قبلا در برنامه گذشته هموطن ما که از طیاره پایین افتیده بود رفتیم کمک کردیم و امروز در کنار خانواده دیگه هستیم که اینا هم یک عضو خانواده خود در ما حادثه از دست دادن. از طیاره پایین افتیده بود. یعنی دخترکش هست نه؟ بله. یا بچگکش هست؟ یک بچه دیگه؟ یک بچهش مکتب است. خودت چیش میشی؟ ما بیادرش هست. برادر تو کلان بودی بله. او؟ ما کلان بودم. خواه دیگه میریم داخل، همراه فامیل صحبت میکنیم، ببینیم چی مشکلات دارن، چی گفتنیا دارن. ما را همراه باشین. ما وارد منزلی که نشانه های فقر و بیچارگی در آن نفس می کشد می شویم. گوشه های این منزل ساکت هستند و از دردهای این خانواده غمگین، ولی رحمت خداوند مهربان هنوز بر فراز این خانواده می تابد که شاید برای این خانواده بی سرپرست چاره سازی باشد. برادر چی کار میکرد؟ چگونه رفت اونجا؟ چگونه مشکل پیدا شد؟ باز از مادر جانم پرسان میکنی. بیادر من کراچی میچلانه. بس مردم میگفت که الگ مردم میبر امریکا و کانادا و هم دیگه خیست از خانه رفت اوجا رفت دیگه. ما هم رفته بودیم کتشان، ما هم بودیم. خب ما 9 بجه پس آمدیم. ای گفت که یا نرم او یا دمیجه چیزی نشه سر من نمیرم دیگه. بس هم رفت دیگه. خدا بخشش 12 بجه زنگ آمد با ما. زنگ موبایلم هم دموجا گم شده بود. بیادر دیگه هم زنگ زد که این بیادر اتفاق کرده است، طیاره غلطیده. 3 اولادش پیدی، دخترش هست، هم بچهش هست، یک بچهش مکتب رفته. بچه کلانش چند سال است؟ 10 ساله است. 10 سال است. فرزند عزیزم، پدرت برای همه این خانواده تلاش کرد. پدرت میدانست که با دست فروشی در جاده های کابل نمیتواند برای شما لبخند هدیه نماید. فرزند عزیزم، بوی پدر را از کجا به مشام تو برسانم؟ فرزند دیگرم که در بطنم است، از پدرش چگونه برایش یاد کنم؟ خواهان می کراچی چلوله دایمی دا زوی ده ولس کلن ده غمی لور ده ده ما مغه سرپرست هغه ورځ باندې چې داسې خبرې وشوې تاسو ته یې ویلې چې زه ځم کنه ښار نه هم داسې تللی و میدان ته. ته یې ویل ټول خلک ځي زم لاړ. دا کور هم کرایه باندې ده؟ هو. څه خرڅولې ښار کې؟ څه کراچۍ څه شی وه؟ دا ترکاري مرکاري خرڅول. تاسو ته بیا څنګه خبر راغی چې دا پاک رسېدلی؟ موږ نو خبر، دلته خلک ورسره تلي ول. هغه راغی حیوان وایي دغسې دا سړی پاک رسېد.
تصاویر به دست آمده از رسانه‌های اجتماعی سرپرست این خانواده را این گونه در آخرین لحظات زندگیش یاد کرده است. Irene نفر ولوېده کا پورستریکو زه اوس درته ښیم ښه اوس دا هم درښیم ښه دوه دانې دلته پراته دي ابا نور نفر څه شول نور بل چېرته چې ولوېده یو هغه ده ښه این در کدام ساحه افتیده بود؟ داخل میدان؟ داخل میدان افتیده بود. دو نفر داخل میدان افتیده، یکی ایست یکی دیگه نفر بود. سر دو تا بالا شده، سرکلش بالا شده، بیروبر که غلطیدن زیر تایر شده. او چت معلوم میشده، ویدیو هستن. او ویدیو تا بال جای نشر شده یا نه پیش شما شخصیه؟ پیش ما شخصی هستن، نشر نشده. خب یک بی بی سی هم آمده، در بی بی سی چینل نشان داره تایره را در موجم هستن. خب بعد دیگه جای دیگه نشر ندیدیم. هر جای میریم دروازه را تک تک میکنیم، کل دروازه بند است. میگوید برای آینده روشن فرزندانش و خانوادهش میخواست این کشور را ترک کند و حالا خانوادهش بی سرپرست باقی مانده است. بدون خدا دیگه جای نیست. این یک ماه شد که ما بیکار غتیدیم. نه گاز است فعلا، نه هرد است. ضرورت این همی چیز است که بخاطر همی مردو، بخاطر نان مرده. که از اینجا برم روز 200 ما چی کنم، روز 300 پیدا کنم. اگر خارج برم خود یک 800 و 1000 میشه روز بریم. از هر چیز مصارف خلاص میشده. اون یکی بود، یکی آقایم است، آقایم هم دیگه پیرم است و لنگم است. یکی ما بود، من یک معاشره ما به سرنوشت رسیدیم. حالتا میگه که خانواده یک جای است، یکی فامیل از است، یک فامیل ما است. پدرت کجا؟ پدر ما است، او رفته دیگه بازار کار. خب سفید است. وان فعلا سرپرستی خانواده را کی داری؟ ما خودت چی کار میکنی؟ یک ماه خوشیده که مرده از این بند بودیم. پیش از این کراچی داشتیم. خب کراچی میچلندیم. کراچی یک تیره؟ سه تیره دست به دست. خب یه دست کابل به استاد میشدیم، یه دکتو استاد میشدیم، یه متو در کوچه هم میگشتیم. چیز انداخته بودی؟ بله میوه بودن. مرجان څه غوښتنه لري خلکونه څوک چې تا خبرې اوري څه باید در سره وشي څه در سره وکړي؟ ما سره د دغه مرسته وکړي، زه دغه یتیمان بچي مې خپل لوی کړم. مشر زوی دې څو کلن ده؟ 10 کلن. مکتب وایي؟ مکتب ته تللی. څه کاروبار خو هغه نه کوي؟ نه هېڅ کار هم نه کوي. او دا چې میدان ته تللی و تا ته یې ویلي و چې زه ځم؟
نه میدان زنگوز میدان کیمه. اشکهایی که تمام شدنی نیستند و از غصه های قلبش این گونه با جسم خاموش و ساکتش اشک می ریزد. یک وقت دیگه بیادر موبایل هم در اونجا گم شد. در اینجا که آمدم با بچه همیم گفتم مال تو با بیادرم یک زنگ ده و با کی مال با خالد و کسی را نگویی خالد و با حق رسیده. ما چی تو با حق رسیده و از تهره غلطیده و هم نیست و 12 نفر از سردوتا و بالا شده. مالکی برد گفت و دیگه بیادر خوردت با ما زنگ زد که کسی را در خانه نگویی تا که ما ایره این شباخانه انتقال دادیم مردهشه. پس از اونجا که آوردیم باز خانه برش بگو. تو داخل میدان بودی یا بله روز یا داخل بیرون؟ میدان بودیم، زیر تاریخ کامیاری بود که اریانه ششته بودیم. یک وقت فایر شد که فایر شد خدا غلطاندم در این جیب موبایل بود و هم تو گم شد. دیگه بر آمدیم خب فایر شد کل مردم گریخت. ما هم آمدیم طرف خانه. یک وقت 9:30 10 بجه بود که خانه آمدم که پس 12 بجه ما به بچه همیم گفتم اینجا خانهش بود. مال با بیادرم یک زنگ ده که چطور آمده یا نه آمده. یک وقت با کی زنگ ده مال با خالد و خالد خو این فوت کرده. ما چطور فوت کرده و از تهره غلطی ده یک دو تا دیگه ما غلطی ده. Irene نفر ولویده که پر استریکو زیوز در تکایم ها اوس دام در خیم ها دلانی دلته پراته دي ابا نور نفر شول نور بل چیرته تی ولویده هغه ده حالا خواست تو من چه کسی که فعلا سرپرستی خانواده را داری چی گفتنی داری؟ از مردم چی تقاضا داری؟ چی کمک کنن؟ چی همکاری کنن؟ اینی کمک کنن باید مردم خود کمک کنن. بله بس اگر دعا میشه اگر مالی هم میشه اینمی خدمت است. اوس کورم په کرایه باندې ده کرایه باندې ده کور کې اوس شی لرئ خوړلو لپاره نه لرئ؟ نه خدای که هیڅ هم لرو. اینی وضعیت است هموطنا دیگه واقعا دردآور است که واقعا دیگه نمیفهم چی و خواستی خانواده همی است اگر سازمان ملل از کسای کمک میکنه یا از امارت اسلامی که باید است که از اینا کمک شود و اینا یا انتقال داده شود یا ای که سرپرستی می تفلکا گرفته شود یا چیز کمک دوامدار کتشان صورت بگیره. دیگه امیدوار هستیم که دیگه غم نباشه در وطن ما. ما برادر گرفته میریم یک چیز مواد خوراکه برشان خریداری میکنیم و یک مقدار پول نقدم برای مادر جان میتیم تا ای که متفلک ها را یگان لباس یگان خرچ خوراکشان داشته باشه. فرزند کوچکش در آغوش کاکایش شاید تا چندی راحت باشد ولی با گذشت چند سال کمی پدرش را حس خواهد کرد و آینده خودش را در نبود پدرش چگونه ترسیم خواهد کرد. دا 1000 افغانۍ نقد ته مورجانې واخله نور د یو میاشت لپاره د اوس سودا دغه د ورور په لاس کې درته لیږو. صحیح ده؟ خدای مهربان ده. دا نور خلک نور موږ دوستان او وطنوال چې دي که څه کومک یې درلوده انشاءالله بیا به تاسو سره
بیا هم مونږ په خدمت کې یو، بیا به هم انشاءالله درځو. صحیح ده؟ هو د ټولو سره ښه وکړي نو څه د الله رضا وي هماغه کېږي، نور چاره نشته. خوب هموطنای عزیز، حال میریم به طرف بازار دیگه. برادر گرفته سودا رو برشان تسلیم میکنیم. این بود خانواده دیگه که ما برای شما تقدیم کردیم. تا دیدار دوباره، خداوند یار مددگارتان، هموطنای عزیزتان همیشه کمک کنین و ما در خدمت هستیم. و شاید دردآورترین تصویری باشه که مادر جان باردار است و طفلک در بطن نشست. این که چگونه به دنیا می، واقعا چیز دردآور است که طفل که دیگر روی پدر نمی بینه، حتی آثارش نمی بینه. و ایش تمامش از سر بدبختی است که در این وطن جریان داره. اگر کسی مجبور نباشه یا حالات تغییر نکنه یا وطن آرام باشه، چرا این چنین شوه که امروز جوانای ما، هموطنای ما جان خدا به گناه مختلف از دست بده. و مادر که اونجا شما پیشتر تصویرش دیدین نشسته بود، برادر برای ما گفت که یک مشکل داره. امیدوار هستیم که خانواده را هم شما کمک کنین، همکاری کنین و نهادهایی که مسئولیت دارن مربوطشان از خواستازیایی بود که اینا باید در خارج انتقال داده شود. دیگه امیدوار هستیم که مشکل از یا حل شود. ولی میریم به طرف بازار تا یک مقدار مواد خوراکه خریداری کرده برشان تسلیم کنیم. باز از پیششان خداحافظی میگیریم. ما می خواهیم به این خانواده مواد غذایی را خریداری کرده تا حداقل برای یک مدت از دردهای ناداری و فقر این خانواده را در امان نگه داریم. سلام دوباره هموطنای عزیز، خدا کنه جور سلامت سر حال باشین. ما دیگه امروز برای خانواده که شما تصویرش قبلا دیدین، برای یک ماهشان تمام موادی که برای خانواده ضرورت است خریداری کردیم. از قبیل برنج پالوی، ماش، گوگرد، نمک، مکرونی، بوره، چای، لوبیا، روغن، برنج شوله‌ای، کاغذ تشناب و یک بوری آرد. این 400 هم باقی مانده. ایران باز بگی یک کرام بده دیگه شام بخیر. باز یک چیزی که گاز ماز پرده. صحیح است؟ قربانت بخیر باش، زنده باش، ایجاد باش. بیا یک دعا میکنیم پروردگار عالم در وطن ما یک صلح سرتاسری را بیاره. مردم ما دوباره کل سر کار بار زندگی خود شوه. قرضدارا را از قرض خلاص کنه، بندی‌ها را از بند خلاص کنه. مسافرایی که در او سر دنیا از وطن آرام بسازه که دوباره بیایند ده و دمن و کار و بار و قشلاق و وطن خودان. پروردگار عالم دیگه تمام مریضای اهل اسلام شفای عاجل کامل نصیب کنه. گذشته های ما همه کسایی که اینجا دست بالا کرده تمامشان ببخشه و خداوند پاک یک سنگ خیر در وطن بیاره که تمام ما برادروار در کنار هم زندگی کنیم. آمین یا رب. الهی آمین. بخیر باشه. بگی بار کو که بریم بخیر. عبدالخان کاکا چطور هستی؟ جان جوره؟ چی کار بار؟ زرنگ میدم.
از کی؟ از زرنج. رنگ زیاست. زرنج از یاس خودت کار میکنی؟ این چشمک تا چی کده؟ موتر زده یا بود. کمک نشان بده. چقدر وقت میشه؟ یک 2-3 سال میشه. 2-3 سال. خب. چطور از وضعیت زندگی؟ حالا خانه کرایی است، کار بار نیست دیگه. بچه ها کجا است؟ بچه ایده به قابل بای نیست. خرد هستن؟ کلان هستن؟ خورد است. کارگر خودت است؟ بله. بیا توکل به خدا. اونمو یک دانه روغن کوی نور اگه برات بخریم خوش میشی؟ بله. ها؟ چند میته موره؟ چند است استاد؟ قیمتایش خبر داره. ما یک 500 میتمش دیگه بازار چی خودش خرید. صحیح است؟ کرای تا او میته ای تا ما میتم. صحیح است؟ بخیر باشین. برو پناهگاه کتان به خدا. بخیر باشین. خب هموطنان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه و فامیل را که شما درد دلش شنیدین. ما برش پول نقد هم تسلیم کردیم و همچنان مواد خوراکام خریداری کردیم. ای که کی کمک کرده از طرف خانم نظیره کاکر که از کانادا برای ما 16,000 افغانی روان کرده بود. ما یک مقدار پول 7,000 پول نقد دادیم و متبقیش هم برایشان سودا خریدیم و همچنان 500 افغانی پدرجان دادیم. 400 هم پول نقد دادیم به حساب کرا. تا دیدار دوباره، خداوند یار مددگارتان، پیروز و کامگار و سربلند باشین. ما سپاسگزاریم از خانم نظیره کاکر که از کانادا مبلغ 16,000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که مبلغ 7,000 افغانی را نقداً به این خانواده پرداخت نمودیم و مبلغ 8,100 افغانی مواد غذایی به این خانواده خریداری گردید. مبلغ 500 افغانی را برای راننده باربری که نیازمند بود پرداخت نمودیم و مبلغ 400 افغانی هم کرایه باربری برای عضو این خانواده پرداخت گردید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می‌کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.